بعد از حکومت جنایتکار ذکر کردیم مردمی سزاوار، یعنی مردمی که سزاواری همین ظلم گشتگی هستند. من نمیخواهم همین کلمه را تکرار بکنم، اما حقیقت تلخ است، با وجود تلخ بودنش باید گفته بشود. ببینین خداوند در قرآن در سوره توبه آیت 24 است اگر خطا نکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاستعذ بالله. خداوند رب العزت در این آیه مبارکه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت که بگو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امتانت که اگر پدران آنها یا اینکه فرزندان آنها یا اینکه برادران آنها یا اینکه عشیرت یعنی تمامی خویشاوندان و نزدیکان آنها یا مالهایی که به دست آورده اند یا تجارتی که از کسادتش یعنی از دست رفتنش میترسند یا خانه هایی که به آن خانه ها علاقه دارند، در نظر آنها از خدا، از پیغمبر خدا و از جهاد کردن در راه خدا عزیزتر و محبوبتر باشند، پس در انتظار عذاب خدا باشند. میگه در انتظار باشند، میگه خداوند که من عذاب خدمت بالاشون نازل میکنم. یعنی ببینین برادرای عزیز، هموطنای عزیز، ما و شما چرا سزاواری همین حکومتی جنایتکار هستیم؟ برای چی بالای ما حکومت جنایت میکنه، ظلم میکنه؟ برای آنکه ما و شما خانه و درمونه، پدر و مادرمونه، پول و مالمونه، کار و کارخانه مونه گروه بیان بشوم یک ودرت شکتوری خانه میخیله از خدا و از پیغمبر خدا و از جهاد کردن در راه خدا عزیزتر و محبوبتر دانستیم. و این است عذابی که خداوند بالای ما و شما نازل کرده است. به الله قسم تا زمانی که ما و شما به خود نمیاییم، تا زمانی که ما و شما همه ای چیزا را، همه ای بهانه ها را رها نمیکنیم، دنبال آزادی نمیشیم، خداوند ما را از این ذلت هیچگاه نجات نمیتیه و بدتر 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 کرده رفتن میگیره. دعا کردن یا اینکه صبر کردن این نیست که همین یک جا بشینی دستات برداری خدای ما را از این ظلم نجات بکن. باید مردم ما دعا کردن اول درجه به آموزن، باید مردم ما صبر کردن اول درجه به آموزن. صبر اون نیست که در یک جا بشینی همین طاقت کنی، یک جا بشینی کاری نکنی بگویی که خیلی خودش خوب میشوه، هیچ وقتی نمیشوه خوب. صبر آن چیزی هست که هر یک مشکلی که بالای تو میآید تو با آن طریقی که خداوند را گفته است که اون مشکلی را از خود دور بساز، به همون طریق وقتی که تو حرکت کردی تو صبر کننده هستی. صبر یک جا ایستادن جدت کردن نیست، انتظاری کشیدن از صبر کردن شما باید که فرق بکنید. صبر با وجود آن که قین است، با وجود آن که خطرناک است، تو میخیزی بزید این مبارزه میبری، انا او حالت تو صبر کننده هستی. متاسفانه یک انتظاری کشیدن به معنی را در مردم ما صبر نامیدن، مردم فریب کردن که انا میای صبر. این صبر نیست.
یا اینکه دست به بالا برداشتن دعا کردن به مردم ما فریب دادن که این همی دعا کردن است. این دعا کردن نیست. دعا انما حالت بجا می آید که تو دعا میکنی و حرکت میکنی، تلاش میکنی. در او صورت دعا هست دعای تو. در غیر این صورت خداوند برای شما یگان چیز نیست، یک کاری را که شما خودتون انجامش نمیتین خداوند برای شما انجامش بتیه. دعا پروردگارا من اینمی راه ده حرکت کرده استم بزید اینمی ظالم تو مرا پیروز بساز. انا این دعا های خدای ما را از این ظلم نجات بده به دستی خودی ما. انا این دعا هست. خدای ما یگان کاری نمیکنه مرا از همی ظلم نجات بده. خداوند از ترم بیزار است از همو دعاتم و نظر رحمتم بالای تو نمیکنه. آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش شمشیر نگرفت نبر اومد؟ یا اینکه آیا جانی شما عزیزتر از جانی پیامبر است؟ چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش شمشیر گرفت و میدان بر اومد. شما بهتر از پیامبر هستین که میشینین در خانه فکر میکنین که دعای شما قبول میشه. من مطمئن هستم که تمامی مردم تاجیکستان بد میبینن این رژیم. من مطمئن هستم، نه که به یک بدبینی قطعی کفایه نیست. من مطمئن هستم که تمامی مردم تاجیکستان دعا کننده هستند که این رژیم از بین بروه. به خدا قسم به دعای شما این رژیم از بین نمیروه. به الله قسم تنها به مبارزه بردن شما این رژیم از بین میروه. به خدا قسم شما اینو ببینین، دوام 27 سال از شما دعا میکنین بدتر میشه زندگیتون، بهبودی نمیآید. شما باید که همین چیز احساس بکنین. برای چی؟ برای که خداوند در قرآن میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. الله جل جلاله الکی برای شما جوابی همه دعای میکردگی شما را دادگی است. یک کسی که تو دستی به دعا میبرداری کاری نکرده، میگوی که خدایا مرا از همه ظلم نجات بده، بدون که خداوند تر در قرآن گفته است که من احوال یگان قوم و ملت گروه تغییر نمیتم تا همون زمانی که خودشون حرکت کننده نباشن. پس ای مدعی، ای کسی که دعوا میکنی، ای کسی که دعا میکنی، بدون که علاقه خداوند 1400 سال پیش جوابی او چیزایی را که تو پرسیده است بدی 1400 سال پیش خداوند برای تو دادگی است. پس باید که حرکت کننده باشی، حرکت بکنی و در برابر حرکت دعا بکنی و بگوی که خدایا ما را پیروز بساز، خدایا ما را به بالای این قوم ظالم پیروز بساز، خدایا ما را از ظلم این ظالم نجات بده. انا در او حالت خداوند تر همراهی میکنه، خداوند تر پیروز میکنه. یک بی‌معنیگی و احمقی است که در خانه بشینی دعا بکنی بگوی خدایا مرا پیروز بساز.